پلیس آلمان 4 زاده تاجیکستان را با گمان طرح‌ریزی و آمادگی به حمله تروریستی در این کشور دستگیر کرده است. خبرگزاری DPA آلمان به نقل از دادستان فدرالی در شهر کارلسروه گفت این افراد در حدود سرزمین رین شمالی وستفالیا صبح 15 اپریل بازداشت شدند. نسب بازداشت شده ها کاملا آشکار نشده، تنها عزیزجان ب، محمد علی گ، فرهادشاه ک و سنت الله ک یاد شده است که همگی شهروندی تاجیکستان بودند. مقامات تاجیکستان از جمله سفارت کشور در برلین هنوز در این رابطه اظهار نظر نکردند. مجله شپیگل آلمان بازداشت شده ها را به گروه تندرو دولت اسلامی یا خود داعش نسبت داده و نوشته است آنها با جنگجویان در سوریه ارتباط داشتند. به نوشته مجله هدف شهروندان تاجیکستان سازمان‌های آمریکایی در آلمان و منتقدان اسلام بودند. به قول مقامات آلمان بازداشت شده ها برای تهیه دستگاه‌های خودساخت ترکنده محصولات را دسترس کرده بودند. به فرضیه مأموران حفظ حقوق، رهبر گروه روشن بی 30 ساله است که 1 سال باز در بازداشت می باشد. مقامات آلمان سال 2016 نیز با گمان عضویت در سازمان تندرو دولت اسلامی و شرکت در جنگ‌های سوریه یک شهروند تاجیکستان را در حدود سرزمین رین شمالی وستفالیا بازداشت کرده بودند.